به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو در مورد مطلبی بسیار مهم و بسیار کاربردی شروع میکنیم. یک بار برای همیشه، اهمیت کانال پاناما برای چیست؟ لطفاً با من همراه باشید تا این پادکست زیبا رو با همدیگه جلو ببریم و متوجه بشیم که چرا این کانال اینقدر اهمیت داره در بین کشورهای جهان. کانال پاناما که دو اقیانوس آرام و اطلس را به یکدیگر پیوند می‌دهد، به لحاظ بازرگانی و ترابری دریایی اهمیت فراوانی دارد و مهمترین کانال جهان به شمار می‌آید. ساخت این کانال 77 کیلومتری یکی از بزرگترین و دشوارترین پروژه‌های مهندسی در جهان بود که در سال 1906 میلادی توسط ارتش ایالات متحده امریکا حفر شد. پاناما به اسپانیایی پاناما با نام رسمی جمهوری پاناما، کشور فراقاره‌ای در امریکای مرکزی است. پایتخت آن پاناما سیتی است. زبان رسمی آن اسپانیایی و واحد پول آن بالبائا و دلار امریکاست. پاناما با مساحت 755,017 کیلومتر مربع 116مین کشور جهان از لحاظ وسعت است. این کشور از شمال به دریای کارائیب، اقیانوس اطلس، از شرق به کشور کلمبیا، از جنوب به اقیانوس آرام و از غرب به کشور کاستاریکا محدود است. منطقه پاناما دارای باریکترین خشکی در امریکای مرکزی است که دو نیمقاره امریکای شمالی و جنوبی را به یکدیگر متصل می‌کند. جمهوری پاناما عضو سازمان ملل متحد و سازمان کشورهای امریکایی است. 70% از مردم پاناما از تبار مستیزو یا دورگه سرخپوست و سفیدپوست، 14% سیاه‌پوست و 10% سفیدپوست و 6% سرخپوست هستند. 75 تا 85% از مردم این کشور کاتولیک رومی و 15 تا 25% مسیحی اوانجلیست هستند. کانال پاناما که دو اقیانوس آرام و اطلس را به یکدیگر پیوند می‌دهد، به لحاظ بازرگانی و ترابری دریایی اهمیت فراوان دارد. منطقه آزاد کلون در مدخل ورودی این کانال قرار دارد و از موقعیت مناسبی برای بازرگانی بین‌المللی برخوردار است. کانال پاناما بزرگترین منبع درآمد کشور پاناماست. پاناما در سال 1821 از اسپانیا و سپس در سال 1903 از کلمبیا مستقل شد. پس از رد پیشنهادهای امریکا از سوی کلمبیا مبنی بر تکمیل کانال پاناما، منطقه پاناما با حمایت امریکا کشوری مستقل گشت. به این خاطر سطح زندگی در پاناما به نسبت کشورهای همسایه بالاتر است، هرچند بحران سیاسی 1989 به اقتصاد لطمه زد. کالاهای صادراتی عمده شامل موز، میگو و چوب ماهون است. در سال 1990 ارتش پاناما منحل شد و امروزه یک نیروی پلیس ملی متشکل از 11 نفر امور انتظامی کشور را بر عهده دارد که بخشی از آن به گارد ساحلی اختصاص یافته است. ولی امنیت پاناما به عهده ایالات متحده امریکاست. محمد رضا شاه، شاه پیشین ایران، در 15 دسامبر 1979 رهسپار پاناما شد و آخرین ماه‌های زندگی خود را در پاناما و مصر سپری کرد. پاناما تنها کشوری در جهان است که میتوان در آن طلوع در اقیانوس آرام و غروب در اقیانوس اطلس را مشاهده کرد. پاناما بخشی از گرانادای جدید اسپانیا کلمبیا بود. در دهه 1880 کوشش فرانسویان در احداث کانالی در پاناما که اقیانوس اطلس را به آرام وصل کند ناموفق بود.
از زمان جنگ ایالات متحده و اسپانیا در سال 1899 میلادی ایالات متحده متوجه شد به مسیر کوتاه‌تری برای اینکه کشتی‌هایش از ساحل غربی کالیفرنیا خود را به ساحل شرقی این کشور برسانند نیاز دارد. زیرا در آن زمان کشتی‌های امریکایی برای اینکه از ساحل غربی به ساحل شرقی و بالعکس رفت و آمد کنند، ناگزیر به دور زدن قاره امریکای جنوبی از طریق تنگه ماژلان بودند. در آغاز کشور کلمبیا که در آن زمان پاناما جزء خاک این کشور بود، از احداث کانال استقبال کرد. اما در آخرین روزهای پیش از آغاز عملیات اجرایی، نمایندگان مجلس کلمبیا از اینکه حاکمیت خود بر بخشی از قلمرو کشورشان را به بیگانگان واگذار کنند، با طرح واشنگتن برای احداث کانال پاناما مخالفت کردند. در پی این تصمیم، دولت تئودور روزولت، رئیس جمهور وقت امریکا، به طور آشکار ساکنان پاناما را به جدایی طلبی تشویق کرد و کشتی‌های جنگی امریکا در ساحل مقابل شهرهای کلون و پاناما لنگر انداخته و مانع دخالت ارتش کلمبیا شدند. پس از اعلام استقلال منطقه پاناما از کلمبیا در نوامبر سال 1903 میلادی، ایالات متحده این کشور نوبنیاد را به رسمیت شناخته و در روز 18 نوامبر قرارداد احداث کانال میان ایالات متحده و پاناما امضا شد. این کانال سرانجام در 1906 گشوده و در 1907 به بهره برداری رسید. بر اساس این قرارداد، یک نوار خشکی به عرض 8 کیلومتر از خاک پاناما مجزا شده و به امریکا تعلق می‌گرفت تا سال 1999 کنترل کانال پاناما در اختیار دولت امریکا بوده و واشنگتن در 31 دسامبر این سال این کانال را به دولت پاناما بازپس داد. از 1983 تا 1989 قدرت در پاناما عملاً در دست ژنرال دیکتاتور مانوئل آنتونیو نوریگا بود. در سال 1989 میلادی حمله‌ای از جانب دولت وقت امریکا به پاناما صورت گرفت و نوریگا در این حمله دستگیر شد و به میامی انتقال یافت. وی حدود 20 سال به اتهام قاچاق مواد مخدر و پولشویی در زندان‌های امریکا و فرانسه حبس بود و در 11 دسامبر سال 2011 میلادی به پاناما بازگردانده شد. یکی از آخرین تحولات بزرگ کره زمین 3,400,000 سال پیش رخ داد. این تحول پیدایش خشکی باریکی بود که سرزمین پاناما نام گرفت. پیدایش پاناما، پل ارتباطی امریکای شمالی و جنوبی، امکان مهاجرت گونه‌های مختلف جانوری را فراهم کرد. این سرزمین خود اکنون غنی از گونه‌های کمیاب جانوری است. کشور پاناما از شمال به دریای کارائیب، از مشرق به کلمبیا، از جنوب به خلیج پاناما و اقیانوس آرام و از مغرب به کاستاریکا محدود می شود. پاناما باریکه‌ای کوهستانی با جنگل‌های انبوه که امریکای مرکزی را به امریکای جنوبی پیوند می‌دهد. رودهای مهم آن توئیرا یا چوکوناکه، بایانو، سانتا ماریا و بلندترین نقطه آن قله آتشفشان بارو با 3475 متر ارتفاع است. اقلیم پاناما در ارتفاعات معتدل، مرطوب و نسبتاً پرباران و در جلگه‌های ساحلی مرطوب و بارانی است. پاناما با تغییر دمای کم فصلی آب و هوایی استوایی دارد. رشته کوه‌های نسبتاً مرتفعی که از خاور به باختر این سرزمین کشیده شده‌اند که آن را به دو منطقه شمالی و جنوبی تقسیم می‌کنند. چند رودخانه که همگی از ارتفاعات مرکزی سرچشمه می‌گیرند، این سرزمین را آبیاری می‌کنند که عمده‌ترین این رودها عبارتند از بایامو، توئیرا و چوکو. شهر پاناما با 463,993 نفر جمعیت پایتخت کشور پاناماست و شهرهای پاناما
و جمعیت آنها طبق آمار سال 1996 عبارتند از سان میگلتو با 307,230 نفر و پونونوم با 67,901 نفر. خلیج‌های این کشور عبارتند از پاناما، لورابا، موسیکتوس، داروین و سان میگوئل. با عرض کنونی کانال پاناما تنها نفتکش‌های پاناما گذر با ظرفیت جابجایی 50,000 تن نفت توان حرکت در آن دارند. اما طرح‌هایی برای تعویض این کانال در سال 2014 وجود دارد که در آن صورت نفتکش‌های افرامکس با ظرفیت جابجایی 80,000 تن نیز می‌توانند از آن عبور کنند. جزایر اصلی پاناما ری، کویبا، سباکو، جیکارون، پاریدا و کلون هستند. تقسیمات کشور پاناما به 9 استان و 5 قلمرو تقسیم شده است. در 5 قلمروی خودگردان مدیریت در دست 4 گروه قدیمی سرخپوستی کونا، نگوبه بوگله، امبرا و وونان است. استان‌های پاناما که مرکز استانشون هم به صورت نقشه آورده شده شامل بوکاس دل تورو، چیریکی، کوکوله، کلون، دارین، هرا، لسانتوس، استان پاناما و قلمروهای خودگردان که استان به شمار میان 31، 32، 34، 33 و 35 هستند که هر کدوم از این 30 ها نام‌هایی داره و نام‌ها چون سخته لزومی نداره که من برای شما بخونم. در قانون اساسی انتخابات مجمع قانونگذاری 67 نفره رئیس جمهور و 2 معاون رئیس جمهور برای دوره 5 ساله با رأی اجباری تمامی افراد بالغ پیش بینی شده است. رئیس جمهور کابینه وزیران را انتصاب می‌کند. احزاب عمده سیاسی عبارتند از حزب اعتبار لیبرال، حزب دموکرات مسیحی، جنبش آزادی بخش جمهوری ملی که در انتخابات 1989 میلادی با عنوان اتحاد دموکراتیک همکاری کردند. حزب اعتبار پاناما و ائتلاف کولینا. نوع حکومت پاناما جمهوری است. قوه مقننه این کشور از یک مجلس قانونگذار با 71 عضو تشکیل یافته و دوره عضویت در آن 5 سال است. رئیس جمهور کنونی کشور پاناما که در انتخابات سال 2014 میلادی برگزیده شد، ریکاردو مارتینلی است. وی نماینده ائتلاف اتحاد برای تغییرات است که این ائتلاف از اتحاد حزب تغییر دموکراتیک، حزب پاناما و حزب اتحاد مولینرا و میهندوست ایجاد شده است. خط مشی سیاسی مارتینلی شامل کمک به نظام سرمایه‌داری و احیای قرارداد بازرگانی آزاد با امریکاست. این سیاستمدار که صاحب بزرگترین فروشگاه‌های زنجیره کشور است، در انتخابات از بیش از 2 میلیون نفر دارای رأی خواست که با آرای خود از لغزش کشور به سراشیب چپ جلوگیری کنند. معروفترین مسئله سیاسی مربوط به پاناما بحران آبراه پاناما می باشد که با مداخله نظامی امریکا و کشته شدن 4,000 شهروند پانامایی همراه بود. بر پایه آمار سال 1999 فرآورده‌های عمده پاناما عبارتند از نیشکر، موز، برنج، موز سبز، ذرت، سیب زمینی، پرتقال، قهوه و کوتون. همچنین مهمترین صنایع آن مواد غذایی، فرآورده‌های نفتی، نوشیدنی، سیمان، آجر و کاشی هستند. طول خط آهن پاناما در سال 1998 بالغ بر 254 کیلومتر و طول راه‌های اتومبیل‌رو آن 113,001 کیلومتر بود که 33% راه‌های اتومبیل‌رو آسفالت بودند. 70% از مردم پاناما از تبار مستیزو، دورگه سرخپوست و سفیدپوست، 14% سیاه‌پوست، 10% سفیدپوست و 6% سرخپوست هستند. سرخپوستان این کشور از 7 قبیله به نام‌های امبرا، وونان، نگوبه بوگله، کونا، ناسو، بریبری تشکیل شدند.
بیش از نیمی از جمعیت پاناما در منطقه کانال شهری پاناما سیتی کلون سکونت دارند. 75 تا 85% از مردم این کشور کاتولیک رومی و 15 تا 25% مسیحی اوانجلیست هستند. فرهنگ پاناما از سنت‌ها، موسیقی و هنر اروپایی مشتق شده و به همراه اسپانیایی‌ها به این منطقه آمده است. در این حال بر اثر آمیزش این فرهنگ با فرهنگ‌های افریقایی و سرخپوستی فرهنگ‌های دورگه نیز در پاناما پدید آمدند. برای نمونه تامبور ریتو نوعی رقص اسپانیایی است که با ضرب‌آهنگ‌های افریقایی آمیخته است. فرهنگ عامی این کشور در جشنواره‌های متعدد و مراسم رقص که نسل به نسل برگزار شده بازتاب یافته است. شهرهای پاناما شاهد برگزاری جشنواره‌های موسیقی در سبک‌های رگی، رگیان اسپانیول، رگتون، ها اینو، جاز، بلوز، سالسا و راک هستند. جمهوری پاناما کم جمعیت‌ترین کشور اسپانیایی زبان در امریکای لاتین است. در سال 2016 یک گروه هکر ناشناس یکی از شرکت‌های حقوقی کشور پاناما به اسم شرکت موساک فونسکا را هک کرده و بیش از 114 میلیون سند مربوط به فرار مالیاتی سران جهان از جمله ولادیمیر پوتین و دیوید کامرون و بسیاری دیگر سران جهان را فاش کرد. به نظر کارشناسان این درز اطلاعاتی بالاتر از اسناد ویکیلیکس قرار گرفت و به عنوان بزرگترین درز اطلاعاتی تاریخ قرار گرفته است. این اسناد به اسناد پاناما معروف است. کانال پاناما تسهیل کننده تجارت دریایی میان 3 قاره است. کانال پاناما یک کانال ساختگی است که اقیانوس آرام را به اقیانوس اطلس وصل می‌کند و سبب می‌شود تجارت دریایی میان قاره اروپا به امریکا و از امریکا به آسیا تسهیل شود. همواره نقاط استراتژیک و سوق‌الجیشی در جهان مورد مناقشه کشورهای مختلف و به ویژه قدرت‌های بزرگ در طول تاریخ بوده، به طوری که این مناطق از نظر اقتصادی، سیاسی، نظامی یا مذهبی دارای اهمیت زیادی هستند. کشورهای کوچکی نیز که در همسایگی یک نقطه استراتژیک هستند، از نظر قدرت‌های بزرگ دارای اهمیت ژئوپلیتیکی می‌شوند، چرا که با تسلط بر این کشورها می‌توانند به قدرت‌های رقیب فشار وارد کنند. یکی از نقاط استراتژیک حساس و سوق‌الجیشی در جهان کانال پاناماست که قاره‌های آسیا، اروپا و امریکا را به یکدیگر متصل می‌کند و نقش مهمی در تجارت دریایی کشورهای مختلف دارد. کانال پاناما زمان سفر دریایی را 25 برابر کاهش می‌دهد. این کانال در خاک کشور پاناما قرار دارد و امریکای شمالی را به امریکای جنوبی متصل می‌کند و با احداث این کانال پاناما از کلمبیا مستقل شد و امروز حدود 5 میلیون نفر جمعیت دارد. قبل از احداث کانال پاناما کشتی‌های تجاری مجبور بودند امریکای جنوبی را دور بزنند که در نتیجه 20,000 کیلومتر به مسافتی که باید طی می‌کردند اضافه می‌شد که با احداث این کانال که 77 کیلومتر از خاک پاناما عبور می‌کند، این 20,000 کیلومتر که 2 هفته برای طی کردن آن لازم بود به 8 ساعت کاهش پیدا کرد که این امر در کاهش زمان و هزینه‌های حمل و نقل دریایی تأثیر شگرفی داشت. مشکلات اقلیمی سدی برای احداث کانال پاناما بود. تاریخچه کانال پاناما به تلاش‌هایی که در سال 1880 میلادی به رهبری فرانسوی‌ها که در آن زمان شهرت زیادی در ساخت کانال داشتند برمیگردد. شخصی به نام فردیناند دولسپس که کانال سوئز را ساخته بود، مذاکراتی را با دولت کلمبیا انجام می‌دهد که پروژه ساخت کانال پاناما را مانند سوئز انجام دهد. اما به دلیل مشکلات اقلیمی موفق به احداث کانال نمی‌شود. وسط این مسیر دریاچه‌ای است که اگر از دو طرف کانال زده می‌شد، این دریاچه حدود 25 متر بالاتر از سطح اقیانوس بود که در نتیجه با خالی شدن آب وسط این ارتفاع خالی و بدون آب می‌ماند و قابل کشتیرانی نبود.
با متوقف شدن طرح احداث کانال سوئز توسط فرانسوی‌ها، شرکت‌های امریکایی ورود می‌کنند و امریکایی‌ها با ابتکاری که انجام می‌دهند در سال 1900 ادامه ساخت کانال پاناما را آغاز می‌کنند و در سال 1914 و ابتدای جنگ جهانی اول کانال پاناما به بهره برداری می‌رسد. این کانال دو طرفه و به طول 77 کیلومتر ساخته شده و به دلیل سختی آب و هوا و شرایط دشوار محیطی مجموعاً 275,000 کارگر برای احداث این کانال جان خود را از دست دادند. عبور سالانه 14,000 کشتی از کانال پاناما. به دلیل مشکل فنی که وجود داشت، امریکایی‌ها برای این منظور که بتوانند دریاچه را وسط کانال نگه دارند و ارتفاع سبب بازگشت آب نشود، با چند کانال هیدرولیکی در شرق و غرب کانال این مشکل را حل کردند. طبق آمار سال 2005 چیزی حدود 14,000 کشتی تجاری و نظامی از کانال پاناما عبور کرده و ارزش کالاهای عبور داده شده 280 میلیون پوند بوده است. کانال پاناما از نظر نظامی و استراتژیک اهمیت بالایی برای تجارت امریکا و اروپا دارد که کنترل امنیتی آن را امریکا بر عهده دارد. اما مدیریت و درآمد ناشی از این کانال را دولت پاناما به دست می‌آورد و عوارض عبور آن در سال 2 میلیارد دلار می‌شود. عرض کانال پاناما 33 متر است که برخلاف طول آن عرض کمی دارد. مهمترین خصوصیتی که کانال پاناما در میان کانال‌های دنیا دارد، بیشتر به دلیل بعد تجاری و بازرگانی آن است. در جنگ جهانی اول نیز کشتی‌های حامل سلاح و تدارکات جنگی از این کانال عبور می‌کردند که این موضوع اهمیت نظامی و استراتژیک آن را به خوبی نمایان می‌کند. از نظر ژئوپلیتیکی نیز سلطه بر این کانال سبب می‌شود که کشور مسلط بر آن در تجارت جهانی قدرت بیشتری داشته باشد. کانال پاناما گذرگاهی است که کمترین تنش نظامی برای جابجایی قدرت در آن رخ داده، چرا که همیشه از زمان احداث تحت سلطه امریکا بوده است. محمد رضا شاه پهلوی بعد از فرار از ایران حدود 10 روز در پاناما به سر برد و سپس به مصر رفت. ناآرامی‌های امنیتی طولانی مدت پیرامون تنگه باب‌المندب در دریای سرخ از پایان سال 2023 منجر به کاهش حمل و نقل نفت، گاز و تجارت جهانی از طریق کانال سوئز شده و بسیاری از نفتکش‌ها به مسیرهای جایگزین مانند دماغه امیدنک و کانال پاناما متوسل شدند. اکنون نیز جنجال بر سر کانال پاناما به دلیل تهدیدهای دونالد ترامپ رئیس جمهوری امریکا مبنی بر الحاق این کانال به کشورش به منازعه حاکمیتی بین ایالات متحده و پاناما تبدیل شده است. ترامپ که به طور رسمی در 20 ژانویه 2025 فعالیت خود را به عنوان رئیس جمهور آغاز کرد، به عوارض گمرکی وضع شده بر کشتی‌ها و نفتکش‌های امریکایی که از کانال عبور می‌کنند اعتراض دارد. ایده پیوند اقیانوس اطلس و اقیانوس آرام به اوایل قرن 16 برمیگردد. پادشاه اسپانیا و امپراتوری روم در آن زمان دستور دادند تا مطالعه‌ای در مسیر احتمالی انجام شود تا حرکت کشتی‌ها بین اسپانیا و پرو تسهیل شود و مزیت استراتژیک و نظامی بر پرتغالی‌ها به دست آید. اما پروژه اجرا نشد. در قرن 18 رئیس جمهور ایالات متحده توماس جفرسون ایده ایجاد مجدد کانال را به عنوان مسیری امن‌تر برای کشتی‌های امریکایی نسبت به قایقرانی در نواحی جنوب امریکای جنوبی مطرح کرد. اما این پروژه دوباره تا قرن 19 اجرا نشد. در سال 1881 دولت فرانسه بر اساس تجربه قبلی و موفقیتش در حفر کانال سوئز که 12 سال قبل در سال 1869 افتتاح شده بود، به فردیناند دورستس مأموریت داد تا پروژه کانال پاناما را مدیریت کند. برخلاف تجربه مصر، دولت فرانسه پس از 8 سال کار مجبور به توقف پروژه شد، زیرا تب و مالاریا در بین کارگران شیوع یافت و 22,000 کارگر را به کام مرگ کشاند.
پروژه کانال پاناما پس از هزینه 287 میلیون دلار متوقف شد که منجر به ورشکستگی لسپرس و ارجاع او به محاکمه با پسرش چارلز به اتهام هدر دادن سرمایه عمومی شد. در سال 1902 ایالات متحده در زمان رئیس جمهوری تئودور روزولت حقوق کانال پاناما را از فرانسوی‌ها خریداری و سپس در سال 1903 با کلمبیا قراردادی امضا کرد که به آن اجازه ساخت و مدیریت کانال را به طور نامحدود داد. ایالات متحده کار بر روی کانال را در سال 1904 آغاز کرد. 2 مهندس برجسته امریکایی موفق به ساخت سد و تکمیل کانال در 10 سال و در 15 آگوست 1914 2 سال زودتر از جدول زمانی مورد نظر شدند و کانال به طور رسمی در سال 1916 افتتاح شد. با وجود قدمت آن، کار مهندسی ساخت کانال پاناما هنوز به عنوان یک نمونه موفق در تاریخ مهندسی مدرن بوده و انجمن مهندسی عمران امریکا آن را شگفت‌انگیز توصیف می‌کند. کانال پاناما 80 کیلومتر طول دارد و بعد از کانال سوئز دومین آبراه مصنوعی بزرگ است که اقیانوس اطلس و اقیانوس آرام را به هم متصل می‌کند. از آنجایی که سطح دریا بین اقیانوس اطلس و اقیانوس آرام در کانال پاناما 26 متر است، عبور کشتی‌ها از کانال بستگی به سیستمی از قفل‌های مجهز به دریچه‌ها برای کمک به بالا و پایین بردن کشتی‌ها از کانال است. برخلاف کانال سوئز که به دلیل همگرایی سطح آب بین دریای سرخ و مدیترانه بدون این تجهیزات کار می‌کند. حجم تجارت انرژی از کانال پاناما آبراه کانال پاناما مجوز عبور سالانه 14,000 کشتی را صادر و حجم تجارتی که از این کانال عبور می‌کند حدود 6% از حجم کل تجارت دریایی جهان را تشکیل می‌دهد. حجم کالاهای عبوری از کانال پاناما در سال 2024 به 423 میلیون تن در مقایسه با حدود 510 میلیون تن در سال 2023 کاهش یافته است. بر اساس داده‌های سازمان کانال پاناما برای سال 2024 ایالات متحده بیشترین استفاده را از این کانال برای حمل و نقل کالا دارد و پس از آن 3 کشور از آسیا به رهبری چین قرار دارند. بر اساس این گزارش ایالات متحده 160 میلیون تن، چین 45 میلیون تن، ژاپن 30.7 میلیون تن، کره جنوبی 19.6 میلیون تن و شیلی 17.4 میلیون تن حمل و نقل دارند. بر اساس داده‌های سازمان کانال پاناما برای سال 2024 ایالات متحده بیشترین استفاده را از این کانال برای حمل و نقل کالا دارد و پس از آن 3 کشور از آسیا به رهبری چین قرار دارند. با توجه به فهرست 15 کشور که از کانال در سال 2024 استفاده می‌کنند، کشورهای اسپانیا و تایوان، سایر کشورهای قاره امریکا مانند مکزیک، کانادا، کلمبیا، اکوادور و برزیل نیز از آن استفاده می‌کنند. در مورد تجارت انرژی، داده‌های اداری کانال سوئز نشان می‌دهد که 73 میلیون تن، بیش از 530 میلیون بشکه نفت خام و فرآورده‌های نفتی از 2 جهت اصلی کانال شمال و جنوب در سال 2024 عبور کرده. این داده‌ها همچنین حاکی از آن است که 12.5 میلیون تن محصولات پتروشیمی و 3.3 میلیون تن زغال سنگ در سال گذشته عبور کرده است. کانال پاناما گذرگاه اصلی تانکرهای LNG امریکایی است که روانه بازار آسیا می‌شوند، زیرا کوتاه‌ترین مسیر دریایی برای عبور از ساحل خلیج امریکا به ژاپن بوده که از طریق این کانال حدود 34 روز طول می‌کشد. کانال سوئز در مسیر عبور کشتی‌هایی که از شرق آسیا و چین به سمت سواحل شرقی ایالات متحده حرکت می‌کنند با کانال پاناما مشترک است. اما زمان سفر از کانال پاناما برای این کشتی‌ها کمتر از 5 تا 6 روز است. پاناما میلیون‌ها تن LNG امریکا را قبل از سال 2023 به آسیا ارسال می‌کرد که به دلیل کاهش شدید آب مجبور به محدود کردن حرکت کشتی‌های بزرگ و تأخیر و انباشت کشتی‌ها و تانکرها شد.
این وضعیت تانکرهای LNG امریکا را مجبور کرد به سمت کانال سوئز منحرف شوند و سپس با افزایش ناآرامی‌ها در تنگه باب‌المندب در سال 2024 بیشتر نفتکش‌ها به مسیر دماغه امیدنیک روی آوردند. حجم صادرات گاز مایع امریکا در سال 2024 به حدود 87,222 میلیون تن بالغ شد که 34% آن به آسیا معادل 29.5 میلیون تن و در رأس آنها ژاپن بوده است. کانال پاناما گذرگاه اصلی تانکرهای LNG امریکایی است که روانه بازار آسیا می‌شوند در کوتاه‌ترین مسیر دریایی که حدود 34 روز طول می‌کشد. کانال پاناما از زمان تکمیل به مدت 85 سال تحت مدیریت و بهره برداری انحصاری ایالات متحده باقی ماند تا اینکه در سال 1977 رئیس جمهوری ایالات متحده جیمی کارتر قرارداد انتقالی را برای مدیریت مشترک کانال با ایالت پاناما امضا کرد. از آن تاریخ این کانال توسط دولت پاناما اداره می شود، اما ایالات متحده همچنان این حق را برای خود محفوظ می دارد که از نیروی نظامی برای دفاع از بی‌طرفی کانال و آزادی دریانوردی استفاده کند. کانال پاناما سواحل شرقی ایالات متحده را به آسیا و ساحل شرقی امریکای لاتین متصل و آن را به یک گذرگاه اقتصادی و استراتژیک حیاتی برای بزرگترین اقتصاد و قدرت نظامی جهان تبدیل می‌کند. ارزش تجارت ایالات متحده که از این کانال عبور می‌کند طی 3 دهه گذشته 2 برابر افزایش یافته و از 150 میلیارد دلار در سال 1995 به 450 میلیارد دلار کنونی رسیده است. بر اساس برآوردهای وزارت بازرگانی ایالات متحده، کشتی‌ها و تانکرهایی که مبادلات تجاری به ایالات متحده را حمل می‌کنند، در حال حاضر 72% از کل ترافیک کانال پاناما را تشکیل می‌دهند. بنابراین با وقوع هر گونه شرط اضطراری در کانال معمولاً منجر به افزایش هزینه‌های تجارت انرژی امریکا می‌شود که در نتیجه ناگزیر به استفاده از مسیرهای دریایی جایگزین طولانی‌تر و گرانتر می‌شود. تجارت چین از طریق کانال پاناما 1.3 میلیارد دلار ارزش دارد. این رقم در سال 1995 تنها 100 میلیون دلار بود که نشان دهنده افزایش 12 برابری در تنها 3 دهه است. حضور چین در پروژه‌های بندری و توسعه‌های مرتبط با این کانال نیز در چارچوب طرح کمربند و جاده از سال 2013 افزایش یافته که هدف آن ایجاد شبکه‌های جهانی جایگزین برای جاده‌ها و بنادر موجود در آسیا، افریقا، اروپا و امریکای لاتین است. کانال پاناما یک نقطه انسداد استراتژیک برای تجارت و ارتش ایالات متحده است و کنترل آن می‌تواند ترافیک تجاری و نظامی را مختل کند. به ویژه اینکه نیروی دریایی ایالات متحده در طول تاریخ از این کانال برای انتقال سریع کشتی‌ها و زیردریایی‌ها بین اقیانوس اطلس و اقیانوس آرام در طول جنگ جهانی دوم استفاده کرده است. چین متمایل است که از نظر اقتصادی در پاناما نفوذ کند، اما پروژه‌های این کشور نگرانی‌های امریکا را در مورد امکان استفاده دوگانه به ویژه برای جاسوسی یا اهداف نظامی آینده را افزایش می‌دهد. کانال پاناما یک نقطه انسداد استراتژیک برای تجارت و ارتش ایالات متحده است و کنترل آن می‌تواند ترافیک تجاری و نظامی را مختل کند. به ویژه اینکه نیروی دریایی ایالات متحده در طول تاریخ از این کانال برای انتقال سریع کشتی‌ها و زیردریایی‌ها بین اقیانوس اطلس و اقیانوس آرام در طول جنگ جهانی دوم استفاده کرده. برای نمونه در طول جنگ سرد با اتحاد جماهیر شوروی، نیروی دریایی ایالات متحده کانال پاناما را یک دارایی استراتژیک مورد نیاز برای استقرار سریع نیروها و سوخت می‌دانست. به همین دلیل دونالد ترامپ معتقد است که جیمی کارتر رئیس جمهور سابق امریکا در تصمیم خود برای واگذاری این کانال به پاناما عاقلانه عمل نکرده و او بیش از یک بار تهدید کرده است که علاوه بر خلیج مکزیک و جزیره گرینلند دانمارک، کانال پاناما را نیز به صورت نظامی ضمیمه خواهد کرد.
ترامپ هشدار داد که کشورش اجازه نخواهد داد این کانال در اختیار رقبا باشد. ترامپ همچنین خواستار کاهش عوارض گمرکی بالای کشتی‌ها و نفتکش‌های امریکایی شد که از این کانال عبور می‌کنند. در غیر این صورت همانطور که چندین بار تایید کرده بود آن را بدون بحث به کشورش ملحق خواهد کرد که آخرین مورد آن در مراسم تحلیف خود در 20 ژانویه 2025 بود. خب من تا جایی که نقاط حساس بود و نکات حساسی بود برای کانال پاناما برای شما خوندم. امیدوارم که از این پادکست خوشتون اومده باشه و این پادکست رو به دوستانتون هم پیشنهاد بدید. از اینکه با من همراه بودید سپاسگزارم. تا وایس بعدی، خدا نگهدارتون.